الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه وتعالى في مدح حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. سروران گرامی و عزیزان ارزشمند، از سخنان و بیانات جناب مولانا ملک محمد کرد حفظه الله تعالی که در موضوع دعا و نیایش بود، همه من و شما استفاده کردیم. الله تعالی ما را جز دعا کنندگان مخلص و مستجاب الدعوات بگرداند. و سروده‌ای که عزیز ما حافظ محمد عمر خمر در رابطه با ارتحال استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یوسف رحمه الله تعالی سرودن که یاد و خاطره اون عزیز را تازه کردن هم استفاده کردیم. الله عز و جل حضرت مولانا را غریق رحمت بفرماید و درجاتش را در جنت الفردوس بلند بفرماید انشاءالله. در پایان کلمات مختصری در رابطه با این حادثه ذکر میشه و گفته میشه و دقایقی که تا وقت خطبه مانده در واقع در ادامه موضوعی که حضرت مولانا ملک محمد صحبت کردند کلماتی عرض میکنم. الله عز و جل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. عزیزان، هر یک از ما به دنبال سکون و آرامش هستیم در دنیا. هر کسی سعی می کند که زندگی راحتی داشته باشد، زندگی همراه با آرامش، همراه با سکون، زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشد و برای رسیدن به این هدف هر چی که از امکانات هست انسان به کار میبرد، فراهم میکند. بسی از ما هستند که شب و روز در تلاش هستند که اسباب رفاه را، رفاهیات زندگی را فراهم بکنند، مال بیشتر بشه، سرمایه بیشتر بشه و اسباب رفاه بهتر بشه. بعضی ها هستیم که دنبال
کسب مقام و جاه و پست هستیم. اینها همه تلاش هایی هست که انسان از آنجایی که رفاه را و سکون را و آرامش را دوست دارد، انسان به دنبال اینها هست. اما عزیزان، اون چیزی که از قرآن کریم معلوم میشه، اینها همه نیازهای ما هستند، همه ضروریات زندگی ما هستند. از اینها هم چاره‌ای نیست، از اینها هم گریزی نیست. اما اون چیزی که از قرآن کریم معلوم میشه، رفاه ما، سکون ما، آرامش ما و اینکه در زندگی دغدغه داشته نباشیم، در مسیرهای دیگری هست. الله عزوجل راههای دیگری را برای ما نشون داده در قرآن. گاهی ما سعی میکنیم که جلوی حوادث را بگیریم، جلوی مسائل را بگیریم، جلوی اتفاقاتی که در دنیا میاد جلویشان را بگیریم. شب روز انسان ها تلاش میکنن، کوشش میکنن، حکومت ها، دولت ها که حوادث کمتر بشه برای آسایش، برای رفاه، برای سکون. حتی جلوی حوادث هم گرفته میشه. بعضی از در واقع راهکارهایی که ما ارائه میدیم، اون راهکارها هم مفید میشه، حوادث هم کمتر میشه، ولی میبینیم که سکون و آرامش عزیزان حاصل نمیشه. انسان تنها و تنها راه سکون، راه آرامش این هست که انسان خودش را با خدای عزوجل نزدیک بکند، انسان قرب الله را حاصل بکند. آیه‌ای که تلاوت کردید، در این آیه الله عزوجل خطاب به حبیبش می فرماید: ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ای پیامبر، ما می‌دانیم که اون چه که دشمنان تو میگویند، اون مخالفت‌ها و مخاصماتی که با تو دارند، اون عداوت‌ها و دشمنی‌هایی که نسبت به تو اظهار میکنند، دلتنگ میشی، پریشان میشی، نگران میشی. اما راه حلش اینه: فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. اگر میخواهی آرامش بیابی، راه مبارزه این نیست که جلوی این حوادث گرفته بشه، بلکه خودت را با رب نزدیک بکن، قرب الله را حاصل بکن، بیا به سوی پروردگارت. فسبح بحمد ربک، تسبیح و تحمید و حمد ربت را شب و روز بیان کن. و کن من الساجدین، بیا به سجده بیفت که آرامش در سجده است. بیا به سجده که قرب الله عزوجل در سجده است. و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا که ادامه بده حتی یأتیک الیقین، تا لحظاتی که موت به سراغت می آید، ملاقات رب فرا می رسد، تا اون لحظات رب را عبادت کن، به طاعت و عبادت و بندگی خدای عزوجل مشغول باش. بیا در پناه الله، بیا در این حصن حسین قرار بگیر، اون وقت آرامش حاصل می. لذا عزیزان، تنها راه آرامش، تنها راه سکون خود خدای عزوجل است. در کتابها نوشته که افلاطون حکیم یکی از فیلسوفها بود. افلاطون از سیدنا موسی علیه السلام سوالی کرد، گفت: ای موسی، اگر ما این گونه تصور بکنیم که این آسمان کمانی هست که پشتش یک کمانداری هست و میخواهد تیر شلیک بکند به سوی اهل زمین، تمام آسمان یک کمانی هست و حوادث و اتفاقات و مصائبی که میآید، اینها تمام تیرهای اون کمان هستند و کماندار و کسی که پشت کمان قرار دارد خدای عزوجل است. اون وقت اهل زمین و کسانی که در زمین زندگی میکنند، برای اینکه محفوظ بمانند از این تیرها، از این حوادث، کجا بروند؟ این علمای معقولات همه چیز را با ترازوی عقل میسنجیدند. لابد افلاطون به بنبست رسیده بود، راه دیگه برای خودش نمیدید،
و برای انسان ها نمیدید. میخواست ببینه و بدونه که از حوادث و از اتفاقات انسان چگونه در امان و محفوظ باشه که در دنیا آسیبی نمیبیند، در دنیا مشکلی نبیند. لذا به موسی علیه السلام گفت که راه برون رفت از این مشکل، راه نجات از این حوادث چیه؟ اونها عقل دیگه در واقع راهی دیگه نمیبیند. وقتی که کماندار الله باشد، آسمان که شامل بر همه زمین هست، این کمان هست و تیرها به سوی اهل زمین شلیک بشه، راه دیگه از نظر عقلی نیست. شاعر میگه عقل گوید 6 جهت راهی است، حدی بیش نیست. از 6 جهت فقط هست، جلو، عقب، راست، چپ، بالا، پایین. وقتی که از هر طرف انسان محاصره باشه، عقل میگه راهی حد بیش نیست. عشق گوید هست راهی بارها من رفته اما کسانی که معرفت دارند، کسانی که شناخت دارند، کسانی که حقایق را میدونند، کسانی که علوم الهی به اونها داده شده، اونها راه را میدونند. اونهایی که عاشقان واقعی هستند، اونها میدونند. لذا موسی علیه السلام میگه راهی هست من میدونم. عاشق میگه من بارها رفتم. درود شریف بخوان. لذا موسی علیه السلام گفت تنها راهش اینه که انسان پناه ببره در کنار اون کسی که این تیر کمان در دستش هست. انسان به خود او پناه ببرد، در کنار خود او قرار بگیرد. اون وقت به هر طرف که شلیک بشه به او آسیبی نمیرسد، چون که اون در کنار کماندار هست. لذا عزیزان، پس راه حل این نیست که ما تدبیر بکنیم. این تدابیر هم خوبه، تدبیر بکنیم، جلوی حوادث را بگیریم، جلوی مصائب را بگیریم، جلوی مشکلات را بگیریم. بلکه راهکار این هست که اون ذاتی که از طرف اون این مشکلات می آید، از طرف این حوادث متوجه زمینی ها هست، ما به او بچسبیم، ما او را محکم بگیریم. الله عزوجل در این آیه به بهترین بنده‌اش، به حبیبش صلی الله علیه و سلم همین رو میفرماید که دلتنگی، پریشانی، نگرانی، دغدغه داری. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. پس چکار کن؟ بیا به سوی ما، باز بیا به سوی ما، فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. راه حلش تسبیح هست، تحمید هست، سجده هست، عبادت هست، طاعت و بندگی هست، با رب خودت را نزدیک کردن هست. لذا ما کار بکنیم که بقیه نیازهای ما هستند، اما در واقع خودمون را با خدای عزوجل نزدیک کنیم. گر گزندت رسد ز خلق مرنج، که ناراحت رسد ز خلق مرنج. اون چی که از طرف خلق می آید نگران نباش، از خدا دان خلاف دشمن و دوست، که دل هر دو در تصرف اوست. هر چی هست در تصرف الله هست. دل دشمن هم به دست الله هست. قلوب بین اصبعی الرحمن آمده، بین دو انگشت الله هستند. در حدیث شریف می آید وقتی که اهل یک شهری، اهل یک سرزمینی و اهل یک کشوری خلاف دستور خدای عزوجل بکنن، معصیت بکنن، نافرمانی بکنن، رد را برنجانن، اون وقت الله عزوجل در دل تمام انسان ها نسبت به اونها کینه، عداوت و بدبینی ایجاد میکنن. همه مردم دشمن میشوند. اون وقت بر اونها تهاجم میشه، بر اونها حمله میکنن، اونها را تارومار میکنن، به اونها گزند میرسونن. این دلها به دست رحمانه، به دست الله عزوجل هستند. و هر وقتی که قومی بر طاعت و بندگی بیاید، بر دعا و نیایش بیاید، بر رابطه با الله عزوجل بیاید و بندگان مطیع
و بندگان تابع الله عزوجل باشد. الله عزوجل محبت اینها را و الفت اینها را در قلوب بقیه انسانها حتی در دل حیوانات هم قرار میده. سبحان الله. در این جنازه ای که هر روز اتفاق افتاد، در جنازه حضرت مولانا محمد یوسف رحمه الله، یک انسان بی ادعا، یک انسان گمنام، یک انسانی که از نظر اجتماعی زیاد شناخته شده نبود، چون کار سیاسی نمی کرد. ولی وقتی که جنازهش آدم میرفت میبینی سبحان الله این انسان چقدر در قلوب جای داشته، چقدر در دلها جای داشته. انسان بیاد همین حدیث می افتاد که واقعا وقتی که یک انسانی برای خدا باشد، الله عزوجل محبت او را در قلوب همه مخلوقات و بندگانش القا می‌کند. لذا عزیزان، وقتی که انسان‌ها با خدا باشند، در راه اطاعت و بندگی باشند، در راه حق و در راه الله باشند، الله عزوجل محبت اونها را در قلوب همه خلق قرار می‌دهد. بنابراین ما به جای اینکه چیزهای دیگر را به دست بیاریم، ما بیاریم و الله را به دست بیاریم، خالق را به دست بیاریم. الله مال ما باشد. بعضا در واقعات هست که هارون الرشید خلیفه عباسی یه روزی در دربار خودش به وجه آمده بود، به درباریان و اطرافیان و نزدیکان خاص گفت امروز هر چی از ما بخواهید، از من بخواهید به شما میدهم. هر یکی خواسته ای داشت. یکی گفت 10,000 درهم به من بده، دستور داد 10,000 درهم بهش بده. یکی گفت که فلان پست را، فلان استادداری را به من بده. یکی گفت فلان چیز را من میخوام به من بده. لذا که هر یکی هر چیزی که ادعا میکرد هارون الرشید میداد، تا اینکه کنیزه که پشت سر بود و داشت باد میزد و پنکه را میگرد، پنکه دستی میچرخوند. هارون الرشید آخر گفت که تو چیزی نمیخواهی؟ به کنیزک گفت. کنیز گفت که من جلوی این نادانها چیزی نمیخوام. عجب، اینها همه نادانن، همه وزیر وزرا، همه درباریان خاص، همه اغلا و نخبگان قوم. گفت نه، من جلوی اینها چیزی نمیخوام، اینها نباشن، اون وقت من چیزی میخوام. آخر هارون دستور داد، اونها هم ناراحت شدن، به خاطر یک کنیز بی ارزش ما از مجلس بلند بشیم. بعد از اینکه اونها از مجلس رفتن، هارون گفت که بگو تو چه میخواهی؟ کنیزک گفت هر چی بخوام میدی؟ گفت بله میخوام. دست به شانه هارون زد، گفت که من خود تو را میخواهم. تعجب کرد، گفت یعنی چه؟ گفت اینها نمیدونستند چی بخوام، من خود تو را میخواهم، چون که اگر تو مال من باشی اون 10,000 درهم هم مال من هست، اون پست و وزارت هم مال من هست، همه چیز مال من هست، تو مال من باش، تو برای من باش. لذا عزیزان، عیناً همین مثال هست که بعضی ها از الله عزوجل پول میخوان، بعضی ها سلامتی میخوان، بعضی ها پست و مقام میخوان، بعضی ها فرزند و اولاد میخوان. اما هستند بندگانی که میگن ما ربمون را میخوایم، رب مال ما باشد. رب وقتی که مال ما باشد و ما متعلق به رب باشیم، اون وقت تمام دنیا مال ماست، هر چی که در این عالم هست هم مال ماست. اون وقت رضای رب رضای ماست، نارضایتی الله هم نارضایتی مال. لذا این هست آرامش، این هست سکون که ما خدا را داشته باشیم. هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. آرامش در همراهی بودن با الله هست، آرامش در معیت الله هست، آرامش در این هست که ما با خدا باشیم، آرامش در طاعت است، در بندگی هست، در یاد الله است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وقتی که انسان به این جایگاه برسد، انسان وقتی که به این حد برسد،
اون وقت هیچ چیزی در دنیا او را آزار نمی دهد. هر چیزی که الله بدهد هم خوشحال است، هر چیزی که الله بگیرد هم خوشحال است. شاعر میگه زنده کنی عطای تو ور بکشی فدای تو، دل شده مبتلای تو هر چی کنی رضای تو. انسان باید این گونه باشد. انسان باید در دست در اختیار رب و در اختیار احکامات و اوامر رب هست باشد. این اون چیزی هست که الله عز و جل از ما در قرآن کریم در کتابش میخواهد. الله تعالی همه ما را بندگان مخلصی بگرداند، بندگانی که برای خدا باشیم، رضای خدا رضای ما باشد و نارضایتی خدا نارضایتی ما باشد. انسان وقتی که به این حد باشد هم دنیاش پر سکون و پر آرامش است، هم آخرت انشاءالله مال او هست. و این بنده صالح که ما از دست دادیم، حضرت شیخ الحدیث رحمه الله تعالی که در یادشون سروده هم فرمودند و خواندند، این در واقع یکی از بندگان مخلص و یکی از بندگان متواضع و یکی از بندگان خاص خدای عزوجل هست که به گمان ما رابطه خاصی با مولایش داشت و این نشان میداد که در دنیا چیزی برایش ارزش نداشت. دو تا از اوصاف الله تعالی به این بندهش کمالات زیادی داده بود، اما دو وصفش که برای همه ما میتونه الگو باشد، همه ما میتونیم داشته باشیم، دو وصفش نمایندتر بود. هر یکی برداشتی دارد. هر انسانی در حال یه چیزی احساس میکنه. بنده فکر کردم چه چیزی بود که این انسان را اینقدر متمایز کرد، اینقدر برجسته کرد، اینقدر محبوب قرار داد. یاد افتادم که رسول الله صلی الله علیه وسلم که تشریف آوردن، آن حضرت دو چیز را با خودشون همراه آوردن. حامل دو پیام بودن. یکی آن حضرت میفرماید بعثت معلما، مرا الله عز و جل به عنوان معلم فرستاده. حامل علم بود، حامل دانش بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم از سوی الله عز و جل علومی آورده بود. معلم حقیقی الله الرحمن علم القرآن. پس اولین نقطه علم بود که از نظر علمی ایشون در جایگاهی بودند که کمتر عالمی به اون جایگاه قرار گرفت. تدریس بیش از 60 سال علوم حدیث و قرآن شاهد این مدعا است که بیش از 60 سال این انسان با خدا کتاب‌های تفسیر و قرآن بالخصوص صحیح بخاری را تدریس کرد. این ما میریم پیش خدای عزوجل چه سرمایه‌ای داریم. امروز شیخ الحدیث چه سرمایه‌ای دارد. سبحان الله. اینها ارزشمند است عزیزان بعد از مرگ بالخصوص. یکی علم هست و دوم آن حضرت می‌فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. الله عزوجل منو فرستاد تا بلندی‌های اخلاق را تکمیل بکنم. مکارم اخلاق، زیبایی‌های اخلاق. لذا از اخلاقی که قرآن و سنت ما را به اون اخلاق راهنمایی و هدایت می‌فرمایند ایشان برخوردار بود. درود شریف. نمایندترینش، بارزترینش اخلاص، تواضع و فروتنی بود. این انسان پیکر تواضع بود، اسوه اخلاص و فروتنی بود، بی ادعا بود و حقیقتا حتی در دل خودش را از همگان کمتر می‌دانست. گاهی چنان تواضع می‌کرد که علمایی که اطراف نشسته بودند شرمنده می‌شدند چقدر این انسان تواضع می‌کند. و وقتی که بنده این جمعیت را دیدم این حدیث تداعی شد: من تواضع لله رفعه الله. هر کسی که به خاطر الله تواضع کند الله را بلند می‌گرداند، الله او را مقام میده، درجاتش را رفیع می‌کند. سبحان الله.
این عزتی که الله اینجا بهش داد. حضرت حافظ احمد صاحب همراه ما بود، یک نکته گفت خیلی به دل نشست، گفت این عزت را خدا اون دنیا پس میگیرد، این عزتی که به وقت موت به این بنده خودش داد که تمام عالم، نه تنها بلوچستان بلکه تمام ایران و حتی خارج از ایران شیفتگان سعی کردند خودشون را به نماز جنازه برسانند و اخلاص خودشون را، احساسات خودشون را، محبت خودشون را ابراز بکنند با این بنده مخلص الله عزوجل. عزیزان، اینها هست که انسان را بارز می کند، انسان را نمایان می کند، انسان را می درخشاند، هم در دنیا و هم در آخرت، هم علم، دانش، بالخصوص علم قرآن و سنت، و هم اخلاق، تواضع، فروتنی، اخلاص، للهیت، برای خدا بودن، طاعت، بندگی، اینها همه هستند. الله عزوجل این بنده صالح خودش را غریق رحمت بفرماید و به همه ما توفیق بده که در آثار قدم این بزرگان بریم. ما در زندگی خودمون تجدید نظر بکنیم. گاهی انسان فکر میکنه سمت سوی که ما میریم به ترکستان است، به کعبه نیست. ما باید تجدید نظر بکنیم و بیاییم به اون سمتی که مسیر قرآن و سنت است، مسیر اسلاف و بزرگان ماست، مسیر نیاکان ماست، به اون مسیر قرار بگیریم. الله عزوجل به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. حضرت شیخ الاسلام جهت شرکت در جلساتی که معمولا در این وقت سال، چون جلسه مدیران حوزه های علمیه در این فصل در امتحانات نوبت اول در چابهار برگزار میشه، حضرت حفظه الله برای شرکت در این جلسه تشریف بردن و ضمن جلسات دیگری هم هست، اعطای جوایز در این جلسات شرکت دارند. دعا بفرمایید که الله عزوجل ایشون را به وسیله ملائکه و فرشتگان الله تعالی حفاظت بفرماید، سفرهایشان انشاءالله پر خیر و پر برکت، مفید و مثمر ثمر باشد، به سلامتی و عافیت انشاءالله برگردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.